السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب برادرو ای وقت خواه نیستی شما همچی ساعت 11 نیم شد. یک کمی هم باشه انشالله صحبت کنیم. انشالله که همه کسا خوب تینجه انشالله. در برای خب همون تحفه گذاشتگی بوده ماشینی رینو لوگان. بسیار برادرها سوال میکنند راستی ما هم خوبتر نفهمانده بودیم سوالای بسیار پیدا شدگی. خب سوالی بسیار آدما که میشود که ما 3 کیلو و 4 کیلو و 10 کیلو بگیریم نام ما را بنویسیم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خب برادرای عزیز ای 15 کیلو بالا ای 15 کیلو عسل بالا بگیری اگر رقم تلفن تا می نویسیم مثلا نه یک سطل یک بار 15 کیلو گرفتی یا 20 کیلو گرفتی نام تا رقم تلفن تا می نویسیم دیم بار گرفتی دیم بار می نویسیم سه بار گرفتی 3 بار 4 بار گرفتی 4 بار نام تا می نویسیم در هر یک سطل گرفتگی نام تا نوشتن میگیریم انشاءالله بعد همون رقم های تلفن قرعه اندازی می شود رقم تلفن کدومی که بر اومد در پریامای افیر انشاءالله همو ماشین نصیب همو انسان میشه و انشاءالله. خب اصلای ما برادر عزیز 300 روبل سر میشه 300 روبل اصل سویتاچ دی اصل سویتاچ دی ما 300 روبل. خب بعد 350 سوم اصل 400 سوم 500 سوم هر خیلی اصل مقصد که میتونید که هر نمود اصل کم کمک بگیری تو 15 کیلو را بکنیم میتونید که چند نفره جمع شه اصل بگیره دانم یک کستون بنویسه انشاءالله بعد مثال که اگر نصیب تون پدر کشید خطون تقسیم میکنه. ماشینی ما ماشینی رینو لوگان 2011 سال سفیده کدومی که ندید دستش چیز میکنم میتونه که بدروه در ویدیو پیشترک بده انشاءالله. خب اصل ها بهترین اصل هم برادر عزیز بهترین اصل از همینجا با تاجیکستان روی کردیم چند کس یعنی پولچا پارت اف زکاس کرد تاجیکستان روی کردیم. برای همین برادر عزیز انشالله بهترین اصل گارانتی داریم درباره اصل انشالله یگان انا فکر نکنید که اصل چی خیلی اصل 100% فقط که ما اصل بسیار گرفتیم و خب باید که یک جا اصل میفروختیم نتونستیم همش فروخته یک بار برای همون کنکورس کردیم که انشالله برادرها تماشابینا رفیقا دوستا میخرن. خب در ضمن همون فایده که ما اصل میبینیم چیکار میکنیم یک پدرکه دیگه تحفه میکنیم برای کلینت های خودمان برای پادپیسچیکای خودمان انشالله که چیز میکنیم پدرکه میمونیم انشالله نصیب کدومی که شوه او هم خرسند میشوه ما هم خرسند میشیم. خب بعد نگفته نماند که الله تعالی نیت هسته. خب یک بار دیگه با قرعه اندازی میشوه کسانی که از سیاه دانه میگیرند دوخی میخرند دیگه چیزا میخرند انشاءالله روزای نزدیک یک بار دیگه ویدیو میکنیم چی چیزا داریم باقی موندگی ویدیو میکنیم کسایی که از ما خریده ایستند ناماش و رقمای تلفناش رو نوشته ایستیم انشاءالله تعالی که قرعه اندازی میشوه باز 5000 روبل دیگه قرعه اندازی میشوه میبینیم که نصیبی کدام برادر همین پول میشوه. انا بخیری گپ و خبرها برادر عزیز الله متعال یک و یک شما را نگهدار باشه در حفظ خودش برای کار تو بوده انشاءالله باقی مونده در امان الله ذوالجلال باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.